دوستان سلام، امیدوارم خوب باشید و روز خیلی خوبی داشته باشید. امروز اومدم یه موضوع مهمی رو خدمتتون بگم. به بچه من مرکز سرطان مازندران بودم و دیدم که متاسفانه آمار کنسرهای کلون و پستان خیلی زیاد شده و خواستم هم اطلاع رسانی بشه و همین که چند تا توصیه خدمتتون داشته باشم. اول اینکه خانم‌های عزیز، بانوان گرامی که از لوازم آرایشی استفاده می‌کنید، بدونید که اغلب این لوازم آرایشی اورژینال نیستن و فیک هستن و دارای پارابن هستن و این پارابن ها به بدنتون نفوذ میکنه و هورمون‌های شما رو دچار تغییر میکنه و هم میشه سلول‌های سرطانی و بیشترین جایی که درگیر میکنه پستان هستش. پس حتما رعایت بکنید. و همین که یه موضوع دیگه که خیلی مهمه و اغلب شما عزیزان نمیدونید اینه که سلول‌های سرطانی متأسفانه در شرایط اسیدی، در محیط‌های اسیدی رشد میکنن و در محیط‌های قلیایی رشدشون متوقف میشه. پس باید حتما کاری بکنیم که بدنمون قلیایی بشه، یعنی بتونیم از طریق مواد غذایی قلیایی مثل حبوبات و میوه‌ها مثل خیار استفاده بکنیم و همین که میتونیم خیلی کار رو راحت‌تر کنیم. استفاده از آب‌های یونیسه قلیایی شده که در فروشگاه‌های بزرگ در همین آریام قدمت وجود داره. آب قلیایی میتونید به طور روزمره استفاده کنید، محیط بدن رو قلیایی نگه دارید و در واقع از ایجاد سرطان جلوگیری بشه. امیدوارم سلامت باشید.